به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. پادکست صدای سکوت امروز رو با کتابی زیبا در حوزه روانشناسی و موفقیت شروع میکنیم. کتاب حکایت دولت و فرزانگی، نوشته مارک فیشر، ترجمه گیتی خوشدل. این کتاب در سال 1382 توسط نشر قطره در تهران چاپ شده. این کتاب ترجمه است و ما ابتدا یادداشت مترجم رو میخونم و بعد پیشگفتار ناشر و سپس کتاب رو با هم شروع میکنیم. اما نوشته در پشت جلد این کتاب هستش که براتون میخونم و سپس کتاب رو شروع میکنم. هر عصر و زمانه‌ای داستان‌های خاص خود را می‌طلبد، به ویژه آنها که فرهنگ وبستر چنین تعریفشان می‌کند، داستان‌هایی که حقیقتی سودمند را تقویت می‌کند. این کتاب کوچک داستان قوی و بکری را به ما عرضه می‌کند، داستانی که یکی از سودمندترین حقایق را آشکار می‌سازد. شاید داستان ظریف‌ترین صورت برای بیان این حقایق باشد، زیرا در سادگی کودکانه داستان می توانیم با سادگی کودکانه ذهن نیمه هوشیارمان به طور مستقیم رابطه برقرار کنیم و در زندگیمان دگرگونی‌های مثبت، فراوان و عظیم بیافرینیم. این کتاب در زمره داستان‌های امریکایی قرار می‌گیره که امیدوارم خوشتون بیاد و بتونید برای خودتون تهیه کنید و کتاب رو کامل بخونید. با من همراه باشید که با هم یادداشت مترجم رو شروع کنیم. اگر شعرهایم را کنار بگذارم، میراثی که از من به جا می‌ماند میان ترجمه‌هایم به دو کتاب دلبستگی ویژه‌ای دارم. یکی همین کتاب حکایت دولت و فرزانگی است که رموز ذهن ناهوشیار را به لطیفترین شکل ممکن در قالب داستان بیان می کند و چون کتاب همکنون در اختیار شماست، از توضیح بیشتر درباره آن خودداری می کنم و شما را به مطالعه آن دعوت می کنم. و دیگری کتاب من در هر آنچه می بینم هستم که توسط نشر قطره به انتشار رسیده است. علاقه وافرم به کتاب من در هر آنچه می‌بینم هستم از آن جهت است که یک، اگر نقاش بودم آرزو می‌کردم تصویرگر این کتاب باشم. دو، اگر نویسنده قصه های کودکان بودم آرزو می‌کردم این داستان را بنویسم که چکیده باورهایی است که خود نسبت به زندگی، انسان‌ها و اشیا دارم. سه، و اگر می‌خواستم طبق گفته‌های خانم شاکتی گواین در کتاب تجسم خلاق برای خود نقشه گنجی درست کنم که به شدت مورد تأکید و توصیه اوست، یقیناً برای رسیدن به خواسته‌ها و هدفهایم از کتاب من در هر آنچه می‌بینم هستم سود می‌جستم. این اثر اگرچه ظاهری کودکانه دارد، اما دیدگاهش هم برای کودک و هم برای والدین و مربیان کودک سودمند است، چرا که آنها نقش تعلیم و تربیت کودک را به عهده دارند. وانگهی من در هر آنچه می‌بینم هستم انسان را در فضای معصومانه و زیبای عشق و یگانگی با هستی قرار می‌دهد که جوهر وجود همه ماست. با محبت و احترام، گیتی خوشدل. اما صفحه بعدی پیشگفتار ناشر هستش که براتون میخونم. هر عصر و زمانه‌ای داستان‌های خود را می‌طلبد، به ویژه آنها که فرهنگ وبستر چنین تعریفشان می‌کند، داستان‌هایی که حقیقتی سودمند را تقویت می‌کند. مفتخریم که در ایالات متحده امریکا ناشر این کتاب هستیم. این کتاب پیشاپیش در 10 کشور دیگر از جمله بیشتر کشورهای اروپای غربی، ژاپن، چین، مکزیک و برزیل انتشار یافته است. نویسنده کتاب دولتمندی اصیل است، یعنی به گفته‌اش عمل می‌کند و حکایتش را نمی‌توان جدی نگرفت. این کتاب برای بارها خواندن و مطالعه دقیق و به کار بستن است.
کتابی درخشان که از بسیاری جهات میتواند دولتمندتان کند و بعضی از این جهات بسی رضایت بخشتر و ارزشمندتر از ثروت مادی است. مارک آلن، ناشر. اما این کتاب شامل 15 فصله که هر چقدر زمان به من اجازه بده برای شما میخونم. فصل اول، حکایت مشاوره مرد جوان با خویشاوندی دولتمند. روزگاری جوانی هوشمند میزیست که میخواست دولتمند شود. آکنده از نومیدی‌ها و موانعی انکارناپذیر. هنوز به ستاره بخت خود اعتقاد داشت. در حالی که منتظر لبخند بخت خیش بود. به عنوان دستیار مدیر حسابداری در شرکت تبلیغاتی کوچکی کار میکرد. حقوقش بسنده نبود و مدتی بود که احساس میکرد کارش برای او چندان رضایتی به همراه نمیآورد. دیگر دست و دلش به کار نمیرفت. در این فکر و رویا بود که به کاری دیگر دست بزند. شاید کتابی یا داستانی بنویسد که دولتمند و پرآوازه‌اش کند و تنگناهای مالیش را یکباره و برای همیشه پایان دهد. اما آیا جاه طلبی او اندکی غیر واقع بینانه نبود؟ آیا به راستی از استعداد و فنون کافی برای نوشتن کتابی پرفروش برخوردار بود؟ یا صفحات از سرگشتگی‌های غم‌افزای نامتمرکز فلاکت درونش پر می‌شدند؟ بیش از 1 سال بود که کارش کابوس روزانه‌اش شده بود. رئیسش بیشتر صبح‌ها را روزنامه می‌خواند و پیش از آنکه برای ناهاری 3 ساعته ناپدید شود یادداشت‌هایی می‌نوشت. او نیز مدام نظرش را عوض می‌کرد و دستورهایی ضد و نقیض می‌داد. اما فقط رئیسش نبود. میان همکارانی نیز احاطه شده بود که از کارشان خسته و دلزده شده بودند. گویی پاک بصیرت را از دست داده بودند. گویی جملگی دست در دست دیگر از همه چیز دست کشیده بودند. جرأت نداشت به هیچ یک از آنها از خواب و خیالش بگوید که می‌خواهد همه چیز را رها کند و نویسنده بشود. می‌دانست که آنها این حرف را شوخی خواهند پنداشت. وقتی سر کار بود خودش را از همه جهان جدا می‌دید. گویی در کشوری بیگانه بود، ناتوان از تکلم به زبان آنها. هر دوشنبه صبح نمی‌دانست که چگونه هفته دیگر را در اداره دوام بیاورد. یکسر از انبوه پرونده‌های انباشته بر روی میزش و از نیازهای مراجعانی که طالب فروش سیگارها و اتومبیل‌ها و نوشابه‌هایشان بودند احساس بیگانگی می‌کرد. 6 ماه پیش استعفانامه‌اش را نوشته بود و بارها با استعفانامه‌ای که در جیبش زبانه می‌کشید به اتاق رئیسش قدم گذاشته بود. اما هیچگاه نتوانسته بود کار را به سرانجام برساند. خنده‌دار بود. اگر 3 یا 4 سال پیش بود تردید نمی‌کرد، اما گویی اکنون نمی‌دانست چه بکند. چیزی او را عقب نگه می‌داشت. آیا نوعی نیرو بود یا جبن محض؟ گویی شهامتی که همواره در گذشته برای رسیدن به خواسته‌هایش یاریش کرده بود از دست داده بود. با یافتن هر عذر و بهانه‌ای برای احتراز از عمل عجولانه و حیران از اینکه آیا عاقبت به راستی کامیاب خواهد شد به انتظار ادامه داد تا زمانش فرا برسد. آیا به خیال پردازی دائمی بدل شده بود؟ آیا عجز او ناشی از این بود که تا خرخره زیر قرض رفته بود؟ یا شاید فقط به این دلیل بود که داشت پیر می شد؟ فرایندی که به محض اینکه آمال آینده را از دست بدهیم به طرز اجتناب ناپذیر آغاز می شود. یک روز که به شدت احساس ناکامی می کرد ناگهان به فکر دیدار یکی از عموهایش افتاد که بسیار دولتمند شده بود. شاید او بتواند اندرزی بدهد و شاید از آن هم بهتر پولی. عمویش مردی گرم و صمیمی بود که بیدرنگ پذیرفت او را ببیند. اما قبول نکرد که به او وام بدهد زیرا معتقد بود که با این کار لطفی در حق او نمی کند. عمویش پس از گوش سپردن به حکایت ناله و فغانش پرسید چند سالت است؟ جوان با ترس و لرز زمزمه کرد 32 سال.
آیا میدانی وقتی جان پل گتی 23 ساله بود صاحب نخستین $1,000,000 خود شده بود و وقتی من به سن تو بودم $500,000 داشتم؟ و چگونه ممکن است که تو در این سن ناگزیر از وام گرفتن باشی؟ طعنه‌ام میزند. مثل خر کار میکنم. هفته گاه بیش از 50 ساعت. آیا واقعا معتقدی سخت‌کوشی سبب دولت مردمان میشود؟ اینگونه گمان میکنم. همیشه بر این اعتقاد بودم. سالی چقدر گیر میآوری؟ $25,000؟ جوان پاسخ گفت بله، در همین حدود. آیا فکر میکنی کسی که $250,000 در میآورد هفته 10 برابر تو کار میکند؟ مسلما نه. پس اگر این شخص 10 برابر تو در میآورد بی آنکه بیش از تو کار کند، پس باید به کاری کاملا متفاوت از کار تو سرگرم باشد. باید در کارش راضی باشد که تو یکسر از آن بیخبری. همینطور است. خوش اقبالی که دست کم این را میفهمی. بیشتر مردم حتی همین را هم نمیفهمند. آنقدر در تلاش معاشند که دمی نمی ایستند تا فکر کنند چگونه میتوانند از شر مشکلات مالی خیش برهند. بیشتر مردم حتی ساعتی از وقت خود را برای محاسبه اینکه چگونه دولتمند شوند و چرا هیچگاه دولتمند نشدند صرف نمی‌کنند. جوان ناگزیر به اقرار بود. به رغم جاه طلبی سوزان و رویای کسب ثروت هیچگاه وقتی را صرف این نکرده بود که به راستی بنشیند و سراسر وضعیت خود را بسنجد. گویی همه چیز حواسش را پرت می‌کرد و نمی‌گذاشت با وظیفه‌ای که چنین آشکارا اهمیتی حیاتی داشت مواجه شود. عموی جوان دمی خاموش ماند. آنگاه لبخند زد. بران شدم یاریت کنم تا از این وضعیت برهی. تو را نزد مردی خواهم فرستاد که به من کمک کرد تا دولتمند شوم. او را دولتمند آنی می‌خوانند. آیا درباره‌اش شنیده‌ای؟ جوان گفت نه هیچگاه. این نام را برگزید، زیرا مدعی است که پس از کشف راز حقیقی تمول یک شبه دولتمند شد. او ادعا می‌کند که می‌تواند به همه کمک کند تا یک شبه دارا شوند یا دست کم ذهنیت یک دولتمند را کسب کنند. عمویش به سوی نقشه بزرگ بر دیوار برگشت و به شهری کوچک و تقریباً متروک اشاره کرد. آیا هیچگاه آنجا بوده ای؟ نه. به امتحانش می‌ارزد. برو و پیدایش کن. شاید رازش را بر تو فاش کند. در خانه‌ای بی‌نظیر زندگی می‌کند. زیباترین خانه تمام شهر. برای پیدا کردن آن دچار اشکال نخواهی شد. چرا خودتان این راز را به من نمی‌گویید؟ آنگاه ناگزیر به این زحمت نخواهم شد که خودم به آنجا بروم. صرفاً به این دلیل که این حق را ندارم. وقتی دولتمند آنی این راز را بر من فاش کرد، نخستین کارش این بود که سوگند بخورم آن را به احدی نگویم. اگرچه گفت که میتوانم افراد را نزد او بفرستم. همه اینها در نظر جوان هم شگفت مینمود هم قابل توجه. بیشک کنجکاویش برانگیخته شده بود. آیا مطمئنید که هیچ چیز نمیتوانید به من بگویید؟ هیچ؟ دقیقاً همینطور است. تنها کاری که میتوانم بکنم توصیه‌ات به دولتمند آنی است. عموی جوان یک ورقه زیبا و ظریف نامه‌نگاری را از کشوی میز تحریر غول‌پیکر چوب بلوطش بیرون کشید. قلمش را به دست گرفت و شتابان چند خطی بر آن نگاشت. آنگاه نامه را تا کرد و در پاکت گذاشت و به دست برادرزاده‌اش داد. گفت این هم معرفی نامه، این هم نشانی دولتمند آنی. اما آخرین حرفی که باید بزنم، باید قول بدهی که این نامه را نخوانی. اما اگر به رغم هشدارم آن را گشودی، اگر می‌خواهی همچنان برایت مؤثر واقع شود، باید وانمود کنی که آن را نگشوده ای. اما کار کرده را چگونه می‌توانی ناکرده کنی؟ جوان ابدا سر در نمی‌آورد. عمویش درباره چه سخن می‌گوید؟ اما موافقت کرد. عمویش اندکی عجیب و غریب بود و به هر حال داشت لطفی در حق او می‌کرد. پس بران شد که از سر این موضوع بگذرد. به گرمی از او تشکر کرد و آنجا را ترک گفت. فصل دوم. حکایت دیدار جوان با باغبانی سالمند. جوان به سوی شهر دولتمند آنی رهسپار شد. در حالی که ذهنش
شتابی بیش از اتومبیلش داشت. دیدار این مرد تا چه اندازه دشوار بود؟ آیا به میهمانی ناخوانده خوش آمد میگفت؟ آیا شیوه اسرارآمیز دولتمند شدن را بر او فاش میکرد؟ به محض نزدیک شدن به خانه دولتمند به رغم هشدار عمویش کنجکاوی وجودش را فرا گرفت و معرفی نامه را گشود. از شدت ضربه حیران شد. تپش قلبش صعود کرد و عرق بر تنش نشست. نمیدانست که عمویش اشتباه کرده بود یا داشت با او شوخی میکرد، چون نامه فقط یک برگ کاغذ سفید بود. اکنون مقابل در ورودی خانه دولتمند ایستاده بود و متوجه نگهبانی شد. نگهبان چهره‌ای چون سنگ داشت و اندازه دژی که از آن مراقبت میکرد نفوذناپذیر مینمود. نگهبان به خشکی پرسید: چه خدمتی از دستم برایتان ساخته است؟ میل دارم دولتمند آنی را ببینم. آیا قرار ملاقات دارید؟ نه، اما پس آیا معرفی نامه دارید؟ جوان نیمی از نامه را از جیبش بیرون کشید و به سرعت دیگر بار آن را در جیبش گذاشت. نگهبان پرسید: آیا می توانم نامه تان را ببینم؟ جوان کلمات عمویش را به خاطر آورد که اگر نامه را گشودی باید وانمود کنی که آن را نگشوده ای. نامه را به دست نگهبان داد که آن را خواند. چهرهش تماما بی حالت به جا ماند. گفت: بسیار خوب، و نامه را به جوان پس داد. می توانی بیایی تو. نگهبان محل پارک کردن اتومبیل را نشانش داد و او را به سوی در جلوی خانه مجلل دولتمند که به سبک تئودورها بود هدایت کرد. مستخدمی بسیار خوش‌پوش در را گشود. پرسید: آیا می توانم کمکتان کنم؟ می خواهم دولتمند آنی را ببینم. او در این لحظه نمی تواند شما را ببیند. لطفاً در باغ منتظرش شوید. مستخدم جوان را تا در ورودی باغی با استخری درخشان در وسط آن همراهی کرد. با تحسین از گلهای زیبا و بوته‌ها و درختها در باغ پرسه زد و آنگاه نگاهش به باغبانی افتاد که بر بوته گل سرخی خم شده بود. باید 80 سالی داشته باشد. کلاه حصیری لب پهنی بر سر داشت که چشمانش را پنهان می‌کرد. وقتی جوان به او نزدیک شد، باغبان از کارش دست کشید و با لبخندی به او خوش آمد گفت. چشمان آبی و درخشان و شاد داشت. با صدایی گرم و دوستانه پرسید: برای چه به اینجا آمده ای؟ آمدم دولتمند آنی را ببینم. آهان، به چه منظور؟ البته اگر از سوالم ناراحت نمی‌شوی. خب، جویای اندرزش هستم. باغبان به سوی گل سرخهایش به راه افتاد. آنگاه ایستاد و از جوان پرسید: راستی آیا یک $10 همراهت هست؟ جوان در حالی که سرخ میشد پرسید: $10؟ این تنها چیزی است که به همراه دارم. عالی است، فقط به همین مقدار نیاز دارم. باغبان بسیار با حیثیت می‌نمود. شیوه رفتارش سرشار از وقار و جاذبه بی‌نظیر بود. جوان پاسخ گفت: به راستی میل داشتم آن را به شما بدهم، اما مشکل اینجاست که پول برگشتن نخواهم داشت. مگر می‌خواهید امروز به خانه برگردید؟ جوان حالا دیگر پاک گیج و حیران گفت: نه، منظورم این است که نمی‌دانم تا میلیونر آنی را ندیدم نمی‌خواهم از اینجا بروم. اما اگر امروز به این پول نیاز نداری چرا اینقدر در قرض دادنش به من اکراه داری؟ شاید فردا لازمش نداشته باشی. کسی چه می‌داند؟ شاید دولتمند شوی. این استدلال به نظر جوان کاملا منطقی نیامد، اما پول را به دستش داد. بابا لبخند زد. بیشتر مردم میترسند چیزی بخواهند و وقتی عاقبت چیزی بخواهند به اندازه کافی اصرار نمی‌ورزند. این خطاست. در این لحظه مستخدم به باغ آمد و در نهایت احترام به پیرمرد گفت: آقا، آیا می توانید $10 به من بدهید؟ آشپز امروز می رود و اصرار دارد که مزدش را بگیرد. من هم $10 کم دارم. باغبان دستش را توی جیب گشادش کرد و یک دسته بزرگ اسکناس بیرون کشید. باید هزاران $، پول نقد به همراه داشته باشد، چون جوان به جز اسکناس‌های $100 چیزی ندید. مگر همان اسکناس $10 که روی آنها بود؟ باغبان اسکناسی را که همکنون از جوان قرض گرفته بود برداشت و به دست مستخدم داد که از او تشکر کرد. مطیعانه سر خم نمود و به سرعت به خانه رفت و ناپدید شد. جوان به خشم آمد.
چگونه باغبان دلش آمد که آخرین $10 را که او در این دنیا داشت، آن هم وقتی که جیب خودش انباشته از اسکناسهایی بود که به عمر ندیده بود، برباید. در حالی که می‌کوشید خشمی را که احساس می‌کرد پنهان کند، پرسید: چرا از من $10 خواستید؟ شما که لازمش نداشتید. گفت: البته که لازمش داشتم. نگاه کن، هیچ اسکناس $10 ندارم. و با انگشت شستش شروع کرد به ورق زدن دسته بزرگ اسکناس. امیدوارم تصور نکنی $100 به او میدادم. اصلا چرا این همه پول با خود نگه می‌دارید؟ باغبان جواب داد: این پول تو جیبی من است. همیشه برای فوریت‌های اضطراری $25,000 نقد با خود نگه می‌دارم. جوان مبهوت و خشمگین گفت: $25,000؟ ناگهان همه چیز روشن شد. باغبان همیشه مؤدب آن مقدار تصور ناپذیر پول تو جیبی؟ شما دولتمند آنی هستید مگر نه؟ باغبان پاسخ داد: اجالتا، از آمدنت خوشحالم، اما به من بگو چطور شد که هنوز دولتمند نشده ای؟ آیا هیچگاه به طور جدی این سوال را از خود پرسیده ای؟ نه واقعا. خب شاید این نخستین کاری است که باید بکنی. اگر میخواهی در مقابل من به صدای بلند فکر کن. میکوشم مسیر استدلالت را دنبال کنم. جوان پس از چند کوشش سست این کار را رها کرد. دولتمند گفت: میبینم به فکر کردن با صدای بلند عادت نداری. آیا میدانی جوانانی بسیار به سن و سال تو همکنون دولتمند شده‌اند؟ بعضی از آنها حتی میلیونر شده‌اند. مابقی بر سر مرز نخستین $1,000,000 خود هستند. آیا میدانی که ارسطو اوناسیس در 26 سالگی که عازم انگلستان شد تا امپراتوری کشتیرانیش را برپا کند، همان وقت صاحب $500,000 در بانک بود؟ فقط 26 سال؟ بله. و وقتی کارش را شروع کرد فقط چند $100 به نام خودش پول داشت. ضمناً نه مدرک دانشگاهی داشت، نه عمویی ثروتمند. اما حالا موقع شام است. میل داری به من بپیوندی؟ بسیار متشکرم، با کمال میل. جوان دولتمند را که به رغم سن و سالش گامهایش هنوز جهشی سرزنده داشت دنبال کرد. به اتاق ناهارخوری رفتند. میز شام پیشاپیش برای 2 نفر چیده شده بود. لطفاً بنشینید. دولتمند به انتهای میز اشاره کرد. آنجا که او ایستاده بود معمولاً برای میزبان در نظر گرفته میشد. او سمت راست میهمان جوانش درست جلوی یک لیوان ساعتی زیبا نشست که این اشعار بر آن حک شده بود: وقت طلاست. مستخدم با صراحی لبریز از اشربه در دست وارد شد و جامهایشان را پر کرد. دولتمند جامش را بلند کرد و گفت: بیا به سلامتی نخستین $1,000,000 تو بنوشیم. جرعه‌ای نوشید، تنها جرعه‌ای که تمام شب نوشید و بسیار اندک غذا خورد. فقط چند تکه کوچک از یک استیک لذیذ ماهی آزاد. دولتمند از جوان پرسید: آیا از کارت راضی هستی؟ تصور میکنم اوضاع اداره‌ام اندکی دشوار است. یقین حاصل کن که در انتخاب حرفه‌هایت مثبت باشی. همه دولتمندانی که میشناسم و در طول سالها تعداد قابل توجهی از آنها را شناختم، کارهایشان را دوست می‌داشتند. کار تقریباً برایشان فعالیتی لذت بخش بود. تفریح دلپذیر. به همین دلیل دولتمندان به ندرت به مرخصی می‌روند. چرا باید خود را از کاری که تا این اندازه برایشان لذت بخش است محروم کنند؟ و به همین دلیل حتی پس از استغنای کامل هم کار می‌کنند. اما اگرچه باید از کارت لذت ببری، به تنهایی کافی نیست. برای دولتمند شدن باید از اسرار آن آگاه باشی. به من بگو، آیا به راستی معتقدی این اسرار وجود دارند؟ بله، معتقدم. بسیار خوب. این نخستین گام است که بیشتر مردم معتقد نیستند که کسب دولت اسراری داشته باشد. معتقد نیستند که میتوانند دولتمند شوند و البته حق هم دارند. اگر فکر کنی نمیتوانی دولتمند شوی، به ندرت دولتمند میشوی. باید با این اعتقاد آغاز کنی که میتوانی دولتمند شوی. سپس باید با شور و شوق طالب آن باشی. بیشتر مردم آماده پذیرش این اسرار نیستند. اگرچه این اسرار به کلامی بسیار ساده بر آنها فاش شود. بزرگترین محدودیت آنها کمبود تخیل خودشان است
و همین دلیل اسرار دولتمندی در همه جهان تا این حد حفظ می شود. دولتمند ادامه داد: اندکی شبیه نامه روبوده شده در داستان ادگار آلن پو است. آیا به خاطرش داری؟ داستان درباره نامه‌ای است که پلیس در جستجویش بود و هیچگاه نمی‌توانست آن را بیابد. چون به جای اینکه در جایی پنهان شده باشد، در جایی که ابداً گمان نمی‌رفت قرار داشت. در معرض دید. کمبود تخیل آنها و تعصبات ذاتیشان آنها را از یافتن نامه باز می‌داشت. انتظار نداشتند آن را در معرض دید بیابند، از این رو هیچگاه آن را ندیدند. جوان با دقتی مسحورانه به دولتمند گوش فرا داد. در تب و تاب یافتن این اسرار بود. به هر جهت از یک چیز مطمئن بود: حتی اگر دولتمند به راستی رازی نداشت، قطعاً در ایجاد صحنه‌ای جذاب استاد بود. فصل 3. حکایت آموزش جوان برای غنیمت شمردن فرصت و خطر. حالا چقدر حاضری برای دریافت اسرار دولتمندی بپردازی؟ سؤال دولتمند جوان را حیرت زده ساخت. حتی اگر میخواستم پولی بپردازم چیزی در بساط ندارم. اما اگر پول داشتی چقدر حاضر بودی بپردازی؟ رقمی رو بگو. هر رقمی. اولین رقمی که به خاطرت میرسد. اکنون جوان نمیتوانست از پاسخ به سؤال تفره برود. دولتمند جواب بسیار دقیق میخواست. پاسخ داد: نمیدانم، $100 یا... دولتمند زیر خنده زد. فقط $100؟ پس واقعا معتقد نیستی که این اسرار وجود دارند؟ معتقدی؟ اگر معتقد بودی قطعا حاضر بودی بسی بیش از اینها بپردازی. باشد، فرصت دیگری به تو میدهم. رقم دیگر بگو. این بازی نیست. مطلبی بسیار جدی است. جوان درباره‌اش فکر کرد. گفت: اهمیت نمیدهم که پاسخ بدهم، اما به خاطر داشته باش که پاک ورشکسته‌ام. نگران آن نباش. جوان گیج و حیران گفت: آخر وقتی پولی نداشته باشم دستهایم بسته است. دولتمند ندا در داد: وای بر من، راهی دراز در پیش داریم. از ازل دولتمندان از پول دیگران سود جستند تا بر دارایی خویش بیفزایند. هر کسی که به راستی جدی بوده به پول نیاز نداشته تا بر پول بیفزاید. منظورم پول نقد است. وانگهی دسته چکت که باید همراهت باشد. جوان میخواست انکار کند، اما آن روز صبح خدا میداند چرا دسته چکش را در جیبش گذاشته بود. دقیقاً $4.5 در حسابش پول داشت. فکر کرد دروغ بگوید، اما دولتمند چنان نگاه تیزی داشت که گویی قادر به خواندن ذهن بود. جوان صدای خود را شنید که با لکنت، چنان که گویی به رازی ژرف و تیره اعتراف می‌کند، میگوید: بله، آن را همراهم آورده‌ام. به اختیار مثل آدم ماشینی آن را از جیبش بیرون کشید، اگرچه لحظه‌ای جوششی برای عصیان از سرش گذشت. احساس کرد مسحور این مرد شده است. گویی او را به خواب مصنوعی فرو برده بود. با این حال از دولتمند نمی‌ترسید، زیرا او نیت خیر می‌تراوید، اگرچه در حال تفریح می‌نمود. دولتمند پاسخ داد: بسیار خوب، حالا می‌توانی ببینی که مشکلی وجود ندارد. در قلمی ظریفی را برداشت و آن را به دست جوان داد. رقم مورد نظر را روی چک بنویس و امضایش کن. آخر نمی‌دانم چقدر بنویسم. خب بنویس $25,000. دولتمند این رقم را در کمال صراحت و بدون ذره‌ای نخوت بر زبان آورد. جوان فریاد برآورد: چه؟ $25,000؟ شوخی می‌کنید؟ دولتمند چنان آرام پاسخ داد: خب اگه می‌خواهی بنویس $50,000. که دیگر جوان نمی‌دانست که او جدی صحبت می‌کند یا در حال شوخی است. حتی $25,000 بیش از اندازه زیاد به نظر می‌رسد. به هر حال شما که نمی‌توانید این چک را وصول کنید، چون واخواست خواهد شد و تنها چیزی که نصیبم می‌شود خشم مدیر بانک خواهد بود که فکر می‌کند دیوانه شده‌ام و البته حق هم دارد. من دقیقاً به همین شکل بزرگترین معامله‌ام را کردم. چکی به مبلغ $25,000 امضا کردم و آنگاه به دست و پا افتادم تا تهیه‌اش کنم. اما اگر همان وقت و همانجا چک را امضا نکرده بودم، فرصتی عالی را از دست می‌دادم. گفت:
این یکی از مهمترین درس‌های کسب و کارم بود. اشخاصی که صبر می‌کنند تا اوضاع و شرایط عالی از راه برسد هرگز کاری را به انجام نمی‌رسانند. زمان مطلوب برای عمل همین حالاست. درس دیگری که این تمرین کوچک می‌تواند به تو بیاموزد این است: اگر می‌خواهی در زندگی موفق شوی، باید مطمئن باشی که حق انتخاب نداری. باید پشتت را به دیوار بچسبانی. اشخاصی که در دست به خطر زدن تردید می‌کنند و از آن احتراز می‌جویند زیرا همه امکانات را در اختیار ندارند، هرگز به جایی نمی‌رسند. دلیلش ساده است. وقتی همه درهای خروجی را به روی خود می‌بندی و پشتت را به دیوار می‌چسبانی، همه قدرت‌های درونت را به تحرک وامی‌داری. با همه وجودت می‌خواهی چیزی به وقوع بپیوندد. پس جوان، چرا اکنون تردید روا می‌داری؟ پشتت را به دیوار بچسبان. آن چک $25,000 را به من بده. جوان چک را نوشت. آهسته ارقام و آنگاه حروف را پر کرد، اما وقتی خواست امضایش کند دید که نمی‌تواند. هرگز در عمرم چکی با چنین مبلغی نکشیدم. اگر به راستی می‌خواهی دولتمند شوی، روزی باید آن را شروع کنی. باید به امضای چک‌هایی با مبالغی بسیار بزرگتر از این عادت کنی. این آغاز کار است. اما جوان هنوز نمی‌توانست امضا کند. همه چیز چنین سریع پیش آمده بود. می‌خواست چکی به مبلغ $25,000 را به دست مردی بدهد که همکنون او را شناخته بود و او نیز در عوض قول چند راز مشکوک را به او داده بود. دولتمند پرسید: چه چیز تو را از امضای چک باز می‌دارد؟ همه چیزهای زیر آسمان نسبی است. چیزی نخواهد گذشت که این رقم به نظرت هم نخواهد آمد. جوان زیر لب گفت: به علت مبلغش نیست. پس چیست؟ میدانم چرا نمیتوانی امضایش کنی. واقعا معتقد نیستی که اسرارم میتواند دولتمندت کند. اگر به راستی مجاب شده بودی بیدرنگ امضایش میکردیم. بگو ببینم، اگر یقین داشتی که این اسرار به تو کمک میکرد تا در مدت زمانی کمتر از 1 سال $100,000 به دست آوری، بی آنکه لازم باشد بیش از اکنون کار کنی یا حتی کمتر هم کار کنی، آیا چک را امضا میکردی؟ ناگزیر بود موافقت کند. البته که میکردم. $75,000 هم سود میکردم. پس امضایش کن. تضمین میکنم که خواهی توانست آن مبلغ را به دست آوری. آیا حاضرید آن را بنویسید؟ دولتمند دیگر بار زیر خنده زد. از تو خوشم میآید جوان. بر آنی که از خود حمایت کنی. اغلب این کار محتاطانه است. حتی اگر از منابع خود یقین مطلق داشته باشی، باز بدین معنا نیست که باید به نخستین کسی که سر راهت قرار میگیرد اطمینان کنی. از سر میز بلند شد. در کشویی کاوید و قرارداد آماده ای را بیرون کشید. این به مذاق جوان چندان خوش نیامد. آیا دولتمند اسرارش را به صورت تولید انبوه در اختیار هر کس و ناکسی که سر راهش سبز شود قرار می‌دهد؟ دولتمند ضمانتنامه را امضا کرد و به دست جوان داد که نگاهی سرسری به آن انداخت و از آنچه خوانده بود راضی می‌نمود. آنگاه مرد سالمند ناگهان تغییر عقیده داد. گفت: من نظر دیگری دارم. چطور از شرط بندی کنیم؟ سکه عجیبش درآورد و کف دستش بالا و پایین انداخت. بیا شیر یا خط بازی کنیم. اگر من باختم $25,000 نقدی را که در جیب دارم به تو میدهم. اگر بردم تو چک را به من میدهی. در هر دو صورت بیا ضمانتنامه را فراموش کنیم. جوان گفت: تنها مشکل همان است که به شما گفتم. در حسابم تقریبا چیزی نیست. حتی اگر این چک را به شما بدهم نمیتوانید آن را وصول کنید. دولتمند گفت: اشکالی ندارد. عجله ندارم. چرا تاریخش را برای سال بعد نگذاریم؟ جوان مردد شد. باشد. تحت این شرایط شرط بندی را میپذیرم. حالا با خودش حساب کرده بود که 1 سال فرصت خواهد داشت تا بانکش را عوض کند. حسابش را ببندد یا فقط چک را متوقف سازد. چیزی از دست نمیداد. با پیشنهاد جدید دولتمند میتوانست در عرض چند ثانیه آن هم بدون ضربه کار صاحب $25,000 بشود. بیان که بخواهد لبخندی حاکی از رضایت از لبهایش گذشت. امیدوار بود که دولتمند متوجه لبخندش نشده باشد.
آنگاه دولتمند نکته‌ای را افزود که بیدرنگ شک و تردید جوان را تایید کرد. فقط یک مسئله هست. اگر در شرط بندی ببازی باید سوگند بخوری که این چک را محترم بشماری. جوان اجالتا سوگند خورد، اما همین که دولتمند خواست سکه را بیاندازد ناگهان او را متوقف کرد. پرسید آیا میتوانم سکه را ببینم؟ دولتمند لبخند زد. بی تردید واقعا از تو خوشم میآید. جوان محتاطی. این به تو کمک خواهد کرد تا از خطاهای بسیار برحذر بمانی. فقط مراقب باش تا تو را از مجالهای نیکوی بیشمار باز ندارد. دولتمند سکه را به دستش داد. همین که جوان به دقت هر دو روی سکه را آزمود و آن را برگرداند، دولتمند از او پرسید شیر یا خط؟ خط. دولتمند سکه را به هوا انداخت و تپش قلب جوان به گونه‌ای شدت گرفت که هرگز سابقه نداشت. نخستین بار بود که مجال بردن 25,000 دلار را یافته بود. همانطوری که به چرخش سکه در هوا مینگریست، اضطرابش فزونی گرفت. سکه بر روی میز افتاد. دولتمند مسرور گفت شیر، اما بیدرنگ از روی همدردی افزود متاسفم. نمیشد گفت کلامش صمیمانه بود یا فقط از روی ادب. وقتی جوان چک را امضا می‌کرد نمی‌توانست اندکی نلرزد. احتمالاً روزی به امضای چک‌های بزرگتر از این عادت می‌کرد، اما در این لحظه به راستی او را به احساس غریب وامی داشت. چک را به دولتمند داد که مختصراً آن را آزمود و تا کرد و در جیبش گذاشت. جوان گفت حالا می‌توانید اسرار را به من بگویید؟ دولتمند گفت البته. آیا یک ورق کاغذ داری؟ آنها را برایت می‌نویسم. اینطوری فراموششان نخواهی کرد. جوان نتوانست مفهوم کلام او را دریابد. قطعاً منظور دولتمند این نبود که همه اسرار را در یک ورق کاغذ بگنجاند، به ویژه اسراری را که او از سائه به بهای 25,000 دلار خریده بود. ببخشید کاغذ همراه هم ندارم. مگر به هنگام ورود به اینجا معرفی نامه با خود نداشتید؟ افرادی که عمویتان در طول این سالها نزدم فرستادند همگی با خود نامه‌ای داشتند. جوان نامه را از جیبش درآورد. نامه را به دست او داد و به دقت به چهره مرد سالمند نگریست که نامه را می‌گشود. اما دولتمند از اینکه نامه کاملا خالی بود جا نخورد. قلمش را برداشت، روی میز خم شد و می‌خواست روی آن چیزی بنویسد که از جوان خواست تا برود و مستخدم را صدا کند. دولتمند توضیح داد در انتهای دالان توی آشپزخانه است. وقتی جوان با مستخدم بازگشت، دولتمند داشت پاکت نامه را میچسباند و بسیار خرسند مینمود. به مستخدم گفت مهمان جوان ما شب را در اینجا خواهد گذراند. آیا میتوانی او را به اتاقش هدایت کنی؟ آنگاه رو به جوان کرد و گفت اسرار اینجاست. ایستاد و پاکت را به دست جوان داد. آنگاه موقرانه با او دست داد. گویی همکنون یکی از مهمترین معامله‌های زندگیش را به انجام رسانده بود. تنها چیزی که باید از تو بخواهم این است که پیش از گشودن نامه و خواندن اسرار باید صبر کنی تا در اتاقت تنها باشی. و یک شرط دیگر هم وجود دارد. پیش از آنکه آنچه را نوشته‌ام بخوانی باید قول بدهی که بخشی از زندگیت را صرف تسهیم این اسرار با کسانی خواهی کرد که به خوش اقبالی تو نیستند. اگر موافقت کنی آخرین نفری خواهی بود که این اسرار را مستقیما در اختیارش خواهم گذاشت. کارم در اینجا تمام خواهد شد و خواهم توانست در باغی بسیار بزرگتر از گل سرخهایم مراقبت کنم. گفت اگر احساس می‌کنی آمادگی تسهیم این اسرار را نداری هنوز فرصت بازگشت هست. البته در آن صورت نمی‌توانی پاکت را بگشایی. من هم چک را به تو باز می‌گردانم. تو نیز آزاد خواهی بود که به خانه بازگردی و به همان زندگی که تا کنون داشته ای ادامه بدهی. حالا که دیگر نامه اسرار در دستش بود امکان بازگشت وجود نداشت. کنجکاویش برانگیخته شده بود. پاسخ داد قول می‌دهم. اما تا فصل 3 برای شما خوندم و امیدوارم اگر از این کتاب خوشتون اومده و این روایت رو دوست دارید برای خودتون تهیه کنید و تا انتهای کتاب رو بخونید. از اینکه با من همراه بودید بسیار سپاسگزارم. تا وایس بعدی خدا نگهدارتون.